سلام بیننده عزیز، صبح بخیر. برنامه نویدی بامدادی رو میبینید. امروز دوشنبه 22 ایول است و من عبدالله اشرف هستم در خدمتتان. ساعت به وقت شهری پراگ 7 صبح است و در چند دقیقه دیگر شما را با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا میکنیم. نخست از وضع باد و هوا برایتان میگوییم. هوا در شهر پراگ پایتخت جمهوری چخیا و قرارگاه مرکزی رادیو آزادی نیمه ابری است و حرارت دوام روز به 29 درجه میرسد. در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان هوا خیلی گرم است و پیش بینی می شود حرارت دوام روز تا 41 درجه برسد. نخست خبر داریم درباره مهاجران. دعوای گروه از مهاجران کره تاجیک در روسیه که در خواجگی دهقانی یک شهروند دیگری تاجیکستان کار میکنند تا به دادگاه و خدمات مهاجرتی آن کشور رسیده است. گروه از مهاجران روز 21 ایول با ارسال ویدیو به رادیو آزادی گفتند که 3 ماه است در شهر ولگاگراد در یک خواجگی کشاورزی کار میکنند و مزد کارشان را نگرفتند. در این ویدیو یکی از مهاجران کره میگوید 30 نفر کار میکنیم، 3 ماه شد نه سندمان را دیدیم نه پاسپورت را، برای همین مراجعت کردیم که به ما یاری برسانید. مهاجران در این ویدیو شکایت میکنند که روزی سیاه دارند و پولی هم ندارند که به شعبه امور داخلی محلی کار و اقامتشان رفته رسما شکایت کنند. اما کاردهنده این مهاجران همدم همدموف، شهروندی تاجیکستان که بیشتر از 11 سال در روسیه به کشاورزی مشغول است، به رادیو آزادی گفت ادعاهای مهاجران اساس ندارد و کسی آنها را استثمار و یا حقوقشان را پایمال نکرده است. همدم همدموف گفت برعکس چند نفر از این مهاجران برخلاف قرارداد عمل کردند و میخواهند با کار کم پولی بیشتر بگیرند. همدم همدموف که در گذشته استاد دانشگاه ملی تاجیکستان بوده است گفت که بر اساس قرارداد کارگران در خواجگی کشاورزی او موافق به حاصل کارشان پول میگرفتند. همدموف در ناحیه گرادشینسکی 200 گکتار زمین داشته است و میگوید با بقیه کارمندانش که بیشتر از 150 نفر از تاجیکستان هستند هیچگاه مشکلی نداشته است. بسیاری از مهاجرانی که دعوا دارند ساکنان حصار و دوشنبه بودند. سید احمد محمدوف رئیس جمعیت تاجیکان در ولگاگراد که روز 20 ایول برای حل ماجرا رفته است گفت با وجود آنکه استثمار مهاجران تاجیک در روسیه وجود دارد، اما در این ماجرا چند از کارگران گناهکارند. به قول او از بین 30 نفر تنها 3-4 نفرشان جنجالی هستند که ماجرا برداشتند چون کار کردن نمیخواهند. ماجرا تا به جای رسیده است که هم مهاجران تاجیک به مقامات و هم کاردهنده به دادگاه مراجعت کردند. همدم همدموف گفت که او قرارداد کاری را یک طرفه قطع میکند و دیگر کارگران را که نمیخواهند در خواجگی او کار کنند جواب میدهد. استثمار و یا سوء استفاده از نیروی کاری مهاجران تاجیک در روسیه زیاد به نظر میرسد، اما درباره ماجرا بین کاردهنده تاجیک و کارگرانش از تاجیکستان زیاد گزارش نشده است. نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه میگوید تنها در سال 2017 مساعدت کرده است که کاردهنده ها در روسیه 30 میلیون روبل مهاجران تاجیک را بپردازند. توقع معاش بلند با کار کمتر و یا ندانستن قوانین کار از سبب‌های سوء تفاهم بین مهاجران کاری تاجیک و کاردهنده می باشد. رو می‌آوریم به خبر دیگر. نامزدهای حزب پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی قصد گذراندن اصلاحات جدی را دارند در انتخابات پیش از مهلت پارلمانی این کشور پیش صفند. حزب حاکمی خدمتگار خلق حدود 44% آوازها را به دست می‌آورد. نتیجه های پیشکی نشان می‌دهد که حزب زلنسکی برای تشکیل حکومت به ائتلاف نیاز خواهد داشت. در عموم 5 حزب آوازهای ضروری را برای وارد شدن به پارلمان اوکراین به دست آوردند. حزب پلتفرم مخالف که به ضرورت بهسازی مناسبت‌ها با روسیه تاکید می‌کند بیش از 11% رأی انتخاب کنندگان را صاحب شده است. حزب همراهی اروپایی پرزیدنت پیشین پترو پوروشنکو 8.9%، حزب باتکیفشینا سروازیر پیشین یولیا تیماشنکو 7.6% و حزب نوی صدا 6.3% آوازها را به دست آوردند. پارلمان اوکراین 450 وکیل دارد. رو می‌رویم به خبرها از تاجیکستان. گروهی نخستین زائران تاجیک به عربستان سعودی برای ادای مراسم حج سفر کردند.
160 نفر زائران صبح روز 22 ایول از فرودگاه دوشنبه به شهر جده عربستان سعودی پرواز کردند. زائران را شرکت هواپیمایی سامان ایر به عربستان برد. به اطلاع کمیته دین امسال حدود 6000 نفر از تاجیکستان برای ادای مراسم حج می روند. نرخ امساله زیارت حج بیش از 35000 سامانی معادل 3700 دلار آمریکایی است. این نرخ به حساب سامانی در مقایسه با سال گذشته تقریبا 1800 سامانی بیشتر است. هر سال از تاجیکستان بیش از 6000 نفر به حج می روند. بیننده ارجمند، یادآور می‌شویم شما برنامه نویدی بامدادی را می‌بینید و ما آن را با خبرهای جهان ادامه می‌دهیم. خبرها درباره مرگ پرزیدنت ترکمنستان قربانگولی بردیمحمدوف حقیقت ندارند. در این باره خبرگزاری روسی تاس با استناد به سفارت ترکمنستان در روسیه خبر داد. آن کاملا دروغ است، ما این خبر را رد میکنیم، اقتباس کرده است خبرگزاری از سخنهای نماینده سفارت. پیشتر رسانه‌های روسی و منطقوی خبر داده بودند که بردیمحمدوی 62 ساله درگذشته است. بخش ترکمنی رادیو آزادی هم خبری درگذشت پرزیدنت ترکمنستان را دریافت کرد، ولی تلاش‌ها برای تصدیق یا رد آن بی‌نتیجه بودند. خبر مرگ بردیمحمدوف را نماینده سفارت این کشور در قرقیزستان نیز در صحبت با خبرگزاری اکیپرس رد کرد. تلویزیون دولتی ترکمنستان 21 ایول ساعت 21 در آخر برنامه وطن خود پارچه‌های را با اشتراک پرزیدنت این کشور نمایش داد، ولی خبرنگار بخش ترکمنی رادیو آزادی میگوید به احتمال زیاد این نوارها چند روز پیش ثبت شدند. قربانگولی بردیمحمدوف ماه دکبر سال 2006 پس از مرگ سفرمراد نیازوف سر قدرت آمد. ماه ایونی سال روان او 62 ساله شد. طی چند ماه اخیر درباره سخت بیمار بودن بردیمحمدوف خبرها پهن میشد و خود او نیز پیوسته به مدت‌های طولانی در محضر عام پیدا نمیشد. اداره بازرسی دولتی اتومبیلی شهر تاشکند داماد رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف را برای رعایت نکردن قاعده‌های حرکت راه جریمه کرده است. آتابک عمروف داماد خردی رئیس جمهوری ازبکستان روز 20 ایول در صحیفه‌اش در اینستاگرام در این باره خبر داد. او شوهر شهنازه دختر خردی شوکت میرزیویف است. در سند پرداخت جریمه دیده می شود که او برای حرکت با سرعت بلند 1,824,000 سوم اندک بیشتر از 200 دلار جریمه پرداخته است. آتابک عمروف را بعد از آن جریمه کردند که روز 19 ایول در صحیفه‌اش در اینستاگرام ویدیوی حرکتش در یکی از کوچه‌های مرکزی تاشکند را نشر کرد. در ویدیو دیده می شود که او در ماشین تسلا با سرعت تقریبا 200 کیلومتر ساعت حرکت می کند. بسیاری از کاربران برای چنین رفتار داماد رئیس جمهور را تنقید کردند. خود آتابک عمروف در صحیفه‌اش بعدا نوشت که همه جریمه را پرداخت کردم، قانون برای همه یک است. خبر جریمه شدن داماد شوکت میرزیویف را مطبوعات داخلی ازبکستان نیز نشر کرده است. بینندگان عزیز، اگر شما خبر، عکس و یا نوار نادر دارید که می‌خواهید از آن دیگران هم آگاه شوند، پس آن را توسط پیام رسان‌های وایبر و یا واتساپ به ما بفرستید. رقم تلفن ما 0420 724 005 6681 است. یادآور می‌شوم که این تلفن برای گرفتن تنها پیام ها است. اگر شما خبر فرستادید ما جزئیات آن را از شما بعداً پرسان خواهیم شد. بینندگان عزیز، در پایان این نشر برنامه با درخواست شما همچنان نظر داشتیم با قرب ارز خارجی در تاجیکستان طبق قرب اسعار خارجی که امروز بانک ملی مقرر کرده است. 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 43 درم، 1 یورو واحدی پول اتحادیه اروپا 10 سومانی و 60 درم و 1000 روبل روسی 149 سومانی ارزش دارد. اینجا رسیدیم به پایان این نشر نویدی بامدادی. برنامه های نو و جالبی ما دوام روز تقدیم شما می شود. ما را همراهی کنید.